ممنونم آقا. سلام. 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 ببخشید دیر کردم. کارم یکم طول کشید. بقیه‌شو بذار تو کمد. دوست دارم بعد از این اینا رو تنت ببینم. گردنم خوب نگاش کن. میخوام مثل گردن خودم باشه. میتونی شروع کنی. قبل اینکه شروع کنی میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ میدونم قبلا جواب دادی. مطمئنم راستشو گفتی. فقط میخوام برای بار آخر بپرسم. قبلا چند بار این کارو کردی؟ 2 بار. باور کنین دروغ نمیگم. باور میکنم. میتونی شروع کنی. تموم شد. خوبه. میتونم یه چیزی ازت بخوام؟ بله حتما. دلم نمیخواد مثل دفعه‌های قبل وقتی بهت نزدیک میشم منو ببینی. میخوام چشماتو ببندم. تو هم حرف نزنی.
وقتی کارمون تموم شد من بدون خداحافظی میرم. تو هم بعدش میتونی چشماتو باز کنی یا اینجا رو ترک کنی. دوست ندارم تو اون حالتی که هستم منو ببینی. میتونیم این کارو بکنی؟ بله، میتونید. دوستت دارم بیشتر از هر کسی که هست. تموم شد. میتونید ببینید. خوبه. جلسه بعدی نیستم. قرار بعدی رو بهت میگم. از خودت خیلی مراقبت کن. یه عکسم از ابروام بگیر که خوب نگاشون کنی. آب میوه‌ت هم کامل بخور. دلم میخواد برای همیشه فقط مال من باشی. میخوام محکم بغلت کنم و ببوسمت. چشماتون رو باز کنین. تموم شد. درسته این ابروهای خودم. تو خیلی نقاش خوبی هستی. همیشه از اون چیزایی که میبینی نقاشی میکنی؟ نه، این اولین باره. من بیشتر کسایی رو نقاشی میکنم که هیچ وقت ندیدمشون. خسته نباشی. جلسه بعد میبینمت. یکم بیشتر به خودت برس. مطمئنی چیزایی که برات میگیرم میخوری؟ بله خانم. هرچی بیشتر میگذره بیشتر حست میکنم. تموم شد. خیلی خوبه. یادت باشه چیزایی که باید بخوری قبل اینکه تموم بشه بگی برات بگیرم. جلسه بعد میبینم. میخوام خیلی زود همه ببینن که تو برای همیشه کنارمی. هیچ کس نمیتونه تو رو از من جدا کنه. بیاین ببینین. تموم شد. با اینکه خیلی طول کشید
ولی خیلی شبیه خودمه. حتی ترتیب قرار گرفتن دندونام. آفرین. خسته نباشی. گفتم برات ماشین بگیرن. دیگه لازم نیست با اتوبوس و تاکسی این همه را برگرده خونت. جلسه بعدم ماشین میاد دنبالت میارتت. فقط چیزایی که لازم داری یادت نره با خودت بیاری. دیگه باید بمونی اینجا. خوشحالم که وقتی برگردی دیگه از هم دور نمیشی. دوست دارم. راحت باشین. تموم شد. این که کامل نیست. چرا کامله؟ خاله چشمم. اونو نکشیدی. ببخشید. یادم رفت خانم. ولی آخه خودتون میدونین کاری که داریم میکنیم واقعا اشتباهه. خودم میدونم اشتباهه. تو لازم نیست به من بگی. بهت گفتم همه چی رو خوب ببین، همونو بکش. خاله باید میکشیدی، فهمیدی؟ بله خانم. نگاه کن. خوب ببین. همینو بکش. ببخشید که سرت داد زدم. کسی چیزی نفهمه. همین جوریم به خاطر کارایی که میکنم فکر میکنن مشکل پیدا کردم. اینجا ما اتاق زیاد داریم. ولی به اصرار من برای اینکه به هم نزدیکتر باشیم گفتم یه تخت بزنن تو اتاقی که ما میخوابیم. ما کنار پنجره میخوابیم. نگران نباش. اون با این موضوع کنار اومده. اون رو به پنجره میخوابه، من رو به دیوار. اینجوری میتونی بیشتر منو ببینی. نقاشی بعدی سخته. کارمون که تموم شد میتونی بری تو اتاق استراحت کنی. ببخش که صدام بلند شد. میخوام بدونی من اصلا اینجوری نیستم. نمیخوام هیچ وقت ازم بترسی. من به خاطرت هر کاری که بخوای میکنم. همیشه همون جوری که تو بخوای میمونم. بیایید ببینید. تموم شد. عین خودم شده. خیلی خوشحالم. میدونم خیلی اذیتت کردم. ولی مطمئنم منو درک میکنی. دیگه چیزی نمونده. همین چند روزه همه چی تموم میشه. اصلا ناراحت نباشین خانم. من کاملا حالتون رو درک میکنم. این اولین باری نیست که من این کار رو انجام میدم.
دیگه ازت نشنوم اینو میگی. دوست دارم همیشه فکر کنم اولین بارت بوده که این کارو کردی. ممنونم که منو درک میکنی. صدای قلبت میپیچه تو گوشام. هیچی نگو. فقط نفس بکش و آروم استراحت کن. حالت خوبه؟ خوبم. سالمه؟ سالمه. خیلی شبیه خودمه. خوشحالم. خانوم، میتونم ازتون یه خواهش بکنم؟ حتما عزیزم. میتونم فقط برای چند لحظه ببینمش؟ اصلا. میدونی که هیچ وقت نمیتونی ببینیش. قانونم این اجازه رو بهت نمیده. پس دیگه هیچ وقت نخوا. از اون مبلغی هم که باید میگرفتی یه مقدار بیشتر ریختم به حسابت. ممنون بابت همه چیز. امیدوارم دیگه هیچ وقت هم دیگه رو نبینیم. این شالو دیگه نمیخوام. وقتی میبینمش یاد تو میافتم. یاد اون وقتایی که سرمو میذاشتم رو شکمت که با بچه‌ای که همه وجودش مال من بود ولی تو نگهش میداشتی حرف بزنم. صدای قلبش رو بشنوم. ازش متنفرم. هر کاری دوست داری باهاش بکن. یادت نره من همیشه حسرت اون حسی رو میخورم که تو 9 ماه تجربهش کردی و من هیچ وقت نمیتونم. خوش اومدی به خونه مامان.